و هر جمعه ما مهمان داریم. من درود میگویم بر شما و آنهایی که در سر فرمان ماشین ها قرار دارند و ماشین میرانند تسمه های بخطری را محکم ببندید و آنهایی که در خانه ما را نشستند با لیست را یک طرف مانده یک پهلو زده یک چای گرمی نغز کک دم کرده ما را گوش کنید زیرا امروز از خنده روده کف میشویم. امروز مهمانان ما نفرانی هستند که قبل از همه انسانهای بسیار نادرند، انسانهای بسیار بزرگند، هنرمندان بسیار فرهیخته و شناختند و پیش از آن که شناس کنم الکه یک زنگ تلفنی وارد شد قبول میکنم. الو. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. شما خوب هستید؟ تشکر. شما خود را معرفی بکنید. شهرام و شهر بختر اکا یه روز پیش رفتیم شما چیکاری کردین؟ امروز پنجشنبه است. مرا ببخشید. امروز پنجشنبه است. من فراموش کردم. مرا ببخشید. خیر شهرام جان یک چی میگویم بر شما. ما مهمان داریم و اگر شما یابید که مهمانی ما کی است من به شما یک چیپته میدهم با برنامه همین هنرمندانی که امروز در برنامه هستند. یک چیپته یا دو چیپته میتیم به شما شهرام. الو خاندی کی؟ نفهمیدم شهرام جان. خاندی کمون. واو عجایب. از کجا شما فهمیدید؟ با فکر ما همین از همین حجم‌نگارانی دو در جمهوری در همین چی موندگی است. شهرام شما میایید شما از شهر بختر میایید با کنسرت خندین کمان اگر من با شما چیپته پیشکش کنم؟ خیر میبینیم. نه اگر نتوانید من چیپته ها رو با دیگر کس تقدیم کنم. راستش رو بگوید اگر امکانی اومدن داشته باشید من چیپته ها رو نگاه بدارم. اگر نه با یگان کسی دیگر تحفه کنیم. کدام چیسلو که؟ 1 اپریل ساعت 14 در کاخ سروش شهر دوشنبه. اگر کار داشته باشید هیچ گپ نه ما با یگان نفرانی دیگر میدیم با دانشجویان با یگان جوانان. ماش با یگان کسی دیگر تحفه کنیم. بسیار خوب شهرام جان ما از نام شما تحفه میکنیم. میگوییم که این چیپته ها رو شهرام به شما تقدیم کرد. سلامت باشید. سلامت باشید. و واقعا همچنین از تشکر میگم به شهرام. مهمانان ما هنرمندان گروه خندین کمان گلبهارین و تکرار و مقیم جان خوش آمدید. من بر شما درود میگویم. تشکر زیاد میگویم آرزو جان. من راستی گپ روز جمعه گفتید منم آرامکه ایستادم چون امروز در سر روح شما هستید. خب شهرام جان که خود از بختر حاضر زنگ زد و البته یک چیپته ما را برد کرد یگان خیلی دلگیر نشود زیرا پس از ماه شریف رمضان ما مهمانی بختر میشویم. ما میتونیم اون کس همونجا باز دعوت نماییم. بله در وقت ماه رمضان شما به بختر میروید؟ پس از ماه رمضان. پس از ماه رمضان. بله. و چون روزهای جمعه ما مهمان قبول میکنیم من فکر کردم که امروز جمعه است اما امروز پنجشنبه بوده است. به هر حال وقتی که خندین کمان میآیند دیگر پنجشنبه و جمعه بودن رو از یاد میبرند. البته شنبه میگفتید هم میگذشت. خیر خوش آمدید گلبهار جان. خوش آمدید. بسیار شادم از دیدار شما. سلامت باشید. و سوالی نخستین من گلبهار شما با گروه خندین کمان بعد سالها بعد ماجراها بعد سر و صداها بعد آوازها برگشتید. باز بعدی گوید. راستی آرزو جان البته باید توی هم آرزو با این گپ زنی. البته آرزو من پس از ماجراها بعد از گپ و کارها بعد از بسیار چیزها و خیلی که میگن البته اولا ما میخواستم به شمایان تشکر زیاد کنم که به رادیو به برنامه خود دعوت کردید آرزو جان و بگذار همه مخلصانی که شما دارید و ما داریم الهیم در همین عیدهای نوروز و عید پیش آمده ایستاده عید رمضان همشون رو تبریک نمایم به همشون اولا صحتی سلامتی خاطری جمع خانه آبادی و همیشه در لبانشون خنده باشد. بسیار از شما منت دارم و گفتنی که آرزو جان یک چی وقتی که آخران برنامه با همراه شما بودیم بله شما پرسیدید که برای چی از خندین کمان رفتید. من گفتم همونجا 1,874,000 بار آدم پرسیدن که برای چی برای چی برای چی.
و همونجا گفتم که اگر 2 میلیون شود من البته برمیگردم. برمیگردم. اکو خودتون جوابش فهمیده همین. بسیار خوب. اکنون میگذاریم به همون سخنی که شما گفتید بسیار چیزها گذشت گفتید. بعد بسیار چیزهای گذشته. همون بسیاری چیزهای گذشته رو برخی از چیزهایش رو من تحقیقاتی روزنامه‌نگاری انجام داده فهمیدم. وقتی که صحبت داشتیم با مقیم جان گفت که به من اون زمان خانه دادند و این شاید پسند نآمد به هنرمندان، شاید قهر کردند. درست است این یا نه؟ از میکروفон که کدومشون کالاکتی میبرند چخیر؟ البته درست است. از مامان очень ставка کردیم. پیاله جاش بمونید از چوینک میپرد و راستی وقتی که مقیم جان ما همراه همه کسا سال 2003 به خوجند آمدیم و انامین خانیکمون در خوجند تشکیل شد. باور کنید من بسیار خرسند بودم تا 2012 در همونجا قطعیشان یک جای کار کردیم. خرسند بود تا 12. بعد 12 میفهمم برای چی بعد 12 چی شد. بعد 12 چی شد؟ حاضرم تا 2012 این کس باور کنید سال 2000 اگر خطا نکنم یا 7 یا 8 خانه گرفتم. بله؟ بله. انا از من چی میگه دقیقا من روزو موهاش من داج میدونم. راستی وقتی که اینا خونه گرفتم ما خرسند شدیم چون که نوبت به ما ایستادگی بودیم. بعد از این کس باید من گیرم بود، بعد سلیمان جان گیرد بود. برای همین گفتیم که اقلا یک تینا گرفتم، بعد دوامش به خدا خواهد انشالله ما میگیریم گفتن. اما چند سال گذشت نگرفتیم. نه تا حالا نگرفتیم. خیلی نمیدونم از برای چی. تو باید اول از من دعا گیری بعد خانه گیری. البته برای همین گشته 2012 من که رفتم. نه برای چی رفتی؟ از سببی اویلوی. اویلوی چی خیلی خوب بود شده همش گفتن نکن زیر. برای چی خیلی سببی اویلوی؟ باور کنید وقتی که من به همونجا گفتن من این شاور میکنی؟ تو هم خودی کار میکنی؟ تو رمضان کدیرش من شنیدم که شما همراه شوهرتون به خانیکمان اومدید و طلب کردید که شوهر شما رو نیز باید به کار بگیرند. نه اونجا خیلی گپ نبود. اونجا خیلی گپ بود که وقتی که 2012 من از توی پیش ماهی مای بود با نزدی مقیم جان همراهی شوهرم آمدگی بودیم. از توی یک و نیم پیش و یک از گفتن که بسیار آدما ویران میکنن آرزو جان آدم رو. برای همین و یک از گفتن که التماس همین که در صحنه هر دوتون زن و شوهر بسیار بازی نکنیدن. تو مردک جان گفته گام نزن، تو زنک جان گفته گام نزن. التماس دیگه وقت مرحمت چی که شود گفته بودن. لیکن این گپ با مقیم جان پسند نآمد. این کس فیلشون آمد برای چی که من رنگی دوستشون، رنگی دخترشون، رنگی من نمیدونم نزدیکشون، خواهرشون همراه قطعی کار کردیم. اینجا باز یک چیز دیگر ده. اینجا اون نفر خواهشی به کار در آمدن رو کردن. برای چی ما امروز همین چیزا نمیگیم؟ ممکن یک با یک با همراهیش ما گپ زدگی باشن. نه وکاس کردن. بعد من گفتم که میبخشید دادارم زوجه شما مکتی کار کردن. شما یا حاضر من قبول کرده نمیتونم. این خیلی باشد من گرفته میرم. همین چیز بود. بعد من گفتم که گوش کنید این کاری خطاگی. وقتی که شما گرفته میرید این ویران میشه تئاتر. لیکن اکنون این که طرفی شوهرش گپ زد شوهر توجیه البته بله این که این کار کرد نتونست رفت کرده نتونست. خلاص بعد نگاه میکنم اکنون من گفتم عریضت نویش برای که تو اگر این خیلی باشد اکو این که از موبایل وای به ماندگی بود نه وای آدم به نیه گفته تو نیست نه شما با گلبهار گفتید که عریضه رو نویس. بله برای که اونجا وای مردک نمیمونم کار بگفته است فهمیدید شوهرش وای. خب بعد اکنون این باین اینا گرفتن رفتن و تئاتر کونو دونو با پیدا شد. مقیم جان چرا شما شانس ندادید که مثلا رخصتی رود دم گیرد کمی اندیشه کند بعد بیاید باز مصلحت بکنید در حال عریضت رو نویس. این نه چطور رفتار است؟ اینجا اون طرف بسیار عصب ترنگ میشد وقتی که در پیش تو یک ویا میگذارن التیماتوم میمونن. بسیار آدم عصبت خراب میشد. بعد لیکن باشه مثلا گیریم این اکتریسی که این همیشه گرفته پرتفتنی نبودیم ما مثلا گیریم این حاضر مثلا ساحه حج و وایب نگاه کنید دخترها زنها کم اندازه
و مثل گلبهار نیست. مثل گلبهار نیست البته. خب همین خیلی شد و من گمان میکنم که آن چیزی که بود گذشت و چیز. لیکن امروز اصلا اساسش اون است که این علاقه در گویم شماره هنرمندان خندین کمان است امروز. من بسیار آرزو دارم که در همان سلیمانی که در نقشو خیلی خیلی جذاب میبازید وای نفرم بیاد، چون که ویم از ساخت همین زندگی خودش از با امر تقدیر نمیدونم در روسیه قرار دارد وای. با همراهی فرزنداش در روسیه قرار دارد و به قریبی گلبهار با طریق شبکه اینترنتی گپ زنان کرده است و هم خواهشی آمدن را کرده است. خب اگر بیاید این خوب میشد، زیرا امروز من گمان میکنم که در همین ژانر هجوی گویم هنرمندانی که مثلا در همین جا مثل ماهی در آب میگردن کم ماندن حاضر. یعنی سلیمان بیاید خندین کمان همون خندین کمان میشد، همه جا با جا میشود. بله. عجیب. انشالله حرکت میکنیم. بعد چند صحبت رو ادامه میدیم دوستان عزیز. توسط وایبر سوالهای خود رو ارسال دارید. وایبر ما 88 400 107 و می توانید همچنین با تلفن ما زنگ زده سوالهای کاغذ پیچ و سوالهای بسیار ماجراانگیز خود را با گلبهار و مقیم جان هنرمندان گروه آوازه‌دار خندین کمان پیشکش کنید. و نگفته نماند که 1 اپریل در روز خنده خندین کمان پیشینه، یعنی خندین کمانی که ما دوستشون می داشتیم مقیم جان گلبهار در شهر دوشنبه هستند و 1 اپریل در کاخ سروش ساعت 14 کنسرت برپا میکنند و دوستداران حج و مطایبه مرحمت بیایید قدم رنجه دارید. بعد چند صحبت رو ادامه میدیم. با رادیو ازپلیس میمانید.
رفیقان عزیز برنامه رو ادامه میدیم و بار دیگر خاطرتون میکنم که امروز پنجشنبه است نه جمعه. مهمونان ما در استودیو هستند. سوال‌ها خیلی زیاد اومدن توسط وایبر و من سوال‌ها رو یک یک اجازه بفرمایید پیشکش بکنم. خب حالا اینجا سوال از مهریار، یک نفر از شنونده‌های رادیو از پلیس میپرسد که سوال من چنین است، می‌نویسد مهریار: گلبهار برای چی شما با کنو دونو همراه شدید کار کردید؟ شوهرتون مگر زید نبود؟ چون شما گفتید که وقتی خندین کمان کار کردن شوهر شما زید بر اومد، ولی با کنو دونو زید نبود شوهرتون؟ نه البته زید نبودم وایکاس، چون که باور کنید وقتی که من سال 2012 از خندین کمان رفتم، من 2013 با بهو کار شروع کردم با تئاتر استودیو کنو دونو و در اونجا کمتر مهلتی که شوهرم همین چیزای فکر کردن، بسیار با خلاصه آمدن که به سند من نمیتوانم و گفتن که تو اخیل باشد کسال شدن میگیری، سند این دردی تو است و بگذار منش کار کنم، لیکن گجا کار میکنی گفتن و همونجا فتلاکو و کریم جان گفتن که بیا خیلی نباشد همراه ما کار کن و همینجا اینجا میدونید اینجا رشک سببی همین چی است؟ یک زن راست دورو خونه با آمده است. موکا جان یگان دورو باشد محمدید من خورم و خانم برفتم مرم. برای چی؟ دورو فروشم حیران برای چی؟ اپا جان خیلی میگید همین شب خواب بینم خدا رحمتی شوهرم من خواب دیدم وای دنیا با کیم کدام کتی گشت است، یک رفته من همونه دیدم زنک تیار است که تو وای دنیا رو بنابراین همین رشک البته من میفهمم رشک این است و گمان میکنم که خیر فتحالله جان عبدالله کمتر سین و سالش کلان است، ریش دارد و مثلا برای وای شوهری چهره و کسب وای دیدگی نیده. کریم جان چه؟ کریم جان مولا همه من برای خوش روی یعنی فتحالله باوری بخش باوری بخش نه میدونی اگر اصلش بگیریم اگر اینجا که ما امروز بابتی همین خنده نشستیم اینجا یک جوبه 3-4 نفر مردها جمع شدن گفتن از روی موی انسان خاراکترش گفته میشد، موی سیخ بر این راست و کوتاه‌تر انسانی که موی نداره چی انتظار شوازی نه مویش کوتاهی همین سیخ بر این راست باشد و آدم بسیار سخت میبیاد، یک تینم نمیتیاد. مویش اگر دراز این شمالند میجومیدگی و باشد و دلش کلان است. انسانی که کمتر خاراکترش گیجه نه من اینجا توی در نظر ندارم آرزو جان. این یک لطیفه که هم برای خنده. خیر یک چیز دیگر بسیار خوب. اکنون زهر چکند مقیم جان با من حالا با مقیم جان زهر میچکنم. چیپتا دارم در دستم و این دو چیپتا رو باید تحفه کنیم با شنونده‌های رادیو آزیا پلوس. کسانی که میخواهند در کنسرت شرکت کنند روز 1 اپریل ساعت 14 در کاخ سروش شهر دوشنبه، فقط یک سوالی آسونه که کس با این سوال جواب دید: همین مقیم جان خندین کمان چند کیلوگرم وزن دارد؟ واریانت ها رو پیشنهاد کنید. فقط من با شما توصیه میدم که از 100 بالا 105 است، 110 است، 120 است، اینش رو شما بنویسید و یک دو چیپتر رو به دست میارید. چرا من دو چیپتر رو یک بار میخوام با یک کس تقدیم کنم؟ چون که قطاری دو است و جوی یکم و دوم یعنی پیش آشیانه یکمی کاخ سروش جوی به نهایت زیبا برای تماشای تمامی صحنه ها از پیش شما میتوانید تماشا کنید. خیر انا اکنون واریانت ها آمدند. مهریار می نویسد که 90 کیلوگرم. دروغ است؟ دروغ نمی درست است؟ نادرست است. این خودش هم میدونم اصلش؟ میدونند البته میدونند. 115 کیلوگرم می نویسد موزونه. کمتر نزدیک است لیکن باز هم دقیق نیست. بسیار خوب. واریانت ها رو توسط وایبر پیشکش کنید. من منتظر هستم. وایبر ما 88400107 منتظر جواب های شما هستم و باز جواب ها رو منتظرم. موزونه می نویسد که 120 کیلوگرم اصلاح کرد خودش رو موزونه. نزدیکی بد شد. پس باز دیگر واریانت ها رو انتظار هستیم. مرحمت سوال جواب های خود رو پیشکش بکنید. ولی تو پیشنهاد شدن یک چند جواب من میخوام از شما بپرسم که یعنی حالا شما کار رو فقط برای همین یک کنسرت یک جای شروع کردید یا اینکه گلبهار پورا برگشت؟ اکنون جدی حرف میزنیم. بیاید اگر جدی حرف زنیم، اگر ما نیاز داریم که حاضر نگاه کنید، اگر فضای حج و کمتر اینجا حاضر نگاه کنید، حجم نگار هم کم است.
و زندگی خود یک قانونهای خودش دارد. نگاه میکنیم مثلا گیریم امروز بعدی همون مخیم پاندمی جون من عذر میخواهم یک زنگ تلفنی است مخلصون شما الو سلام علیکم آقای ارزو. و علیکم بر سلام سلام علیکم با مهمونان خوش اومدن. و علیکم سلام. یک سوال داشتم همین آقای ارزو جان همین از بفرمایید. بلیتی گفتین کو همین کم کم شما کمک شاید نه یک از 120 گو یک از 115 گو مثال شما یا بولو من کمک کردم من گفتم که از 100 بولو بگویید از 100 بولو بعد من گفتم که نزدیکی بعد شد بعد نزدیکی، 120 بله. کجا ما یک خمور گم کرده اون با بگم 118 کیلو بگم با بولو نباشه نه بگویید یک واریانت بگویید ما میبینیم که درست است یا نه شاید 118 باشه 118 آنه این کس دور شد. بله. نه درست نبرم جواب شما من متاسفم خیلی معذرت میخوام ولی تشکر برای زنگ تلفنی و اینجا جواب ها بیایید من کم تا کمک کنم. نه یک کمکی من خیلی میشه. پیشنهاد رو اول لیفتی ببینید. همین شرقی آزاد بشته من کار نکرد. از من نمی‌فکردم با خود دیدم یک من می‌فکردم که ارزو جان همین لیفت شما چند کیلومتر بدرد باور کنید ما 11 ایتاژ با برد گشته یک هشتم اول هشتم بفروور. هشتم بفروورد هشتم گشته یکم بفروورد گشته از یکم نه چهارم از یکم بفروورد فرومدیم چهارم با بروور از چهارم با یکم فرومدیم بعد سن خودمون برومده اومدیم با یگون در مکانیزم لیفت یگون بود نقصان پیدا زنجیر نشد خیلی زنجیر خودی کنده شده است که بود نفتم الویدا گفتم خوب واریانت ها رو میبینیم خیر من میدونم که گلبهار شاید داند اما این اکنون بازی است ما این چپته ها رو باید به قولی بدیم 122 کیلوگرم تو درست هستم مسعود اورا آفرین علاقه غالب معلوم شد مسعود من از شما خواهش میکنم اگر شما در شهر باشید مرحمت بیاید چپته ها رو بگیرید خیر اینجا پیشنهاد ها زیاد بودند متاسفانه اینجا 105 بود 110 اوبیجو نوشته است بعدی که همون دختر 120 گفت من گفتم نزدیکی بعد شد حضور لطیفه رو تا آخر نگفتند اینجا نوشتند حاضر میگویم لطیفه رو 123 نوشته است یک نفر 1 کیلوگرم زیاد نه 123 ما در 122 اکتفا کرده بودیم اگر زمستان باشه دو سرسر لباسا چی باشه همون 123 هم میشه نازنین 110 گفته است 124 باز مهریار نوشته است ولی به هر حال مسعود درست جواب داد مسعود شما اگر در شهر باشید مرحمت به بینوی شرقی آزاد بیایید با انامین لیفت چینیدو 8000 کنید خودش سیبه میبره با بینوی شرقی آزاد بیایید با رادیو از پلیوس در درآمدگاه پاسبان است پاسبان به شما میفهماند آشیانه دوم بیایید و چپته رو از مأموریت رادیو از پلیوس بگیرید من چپته رو میمونم شما همراه خود یگان شناسنامه یا اینکه شهادتنامه رانندگی یگان چیزی باشد که مثلا شناس بودن شما رو یعنی مسعود بودن شما رو نشان بدید برای همین بیایید و چپته ها رو بگیرید خاطر رسان میکنم 1 اپریل ساعت 14 در کاخ سروش شهر دوشنبه خندین کمو کنسرت دارد و چون کدام لطیفه رو تا آخر نگفتید که اینجا درباره لطیفه گفتن واقعا خب بیایید خیلی میکنیم نباشد امروز اگر نگاه کنیم اگر هستن مردهایی که نوشیدن و می نوشند لیکن از خوانندگی میترسن کم میهراسنده یک مردک نوشیدگی چیکار کردنش نمیداند آمده است یک دیگر در قطعی در آمده است یک کتاب کلام نگرفته خونش به خوانده است زنش هم آمده چیکار کرد سادید گفتم ندی سادیم کتاب خوان سادیم با نوشیدم یا ما همین حرکت کردم از کجا فهمیدی گفت جامدانم مانید مخیم جان سرچشمه این لطیفه ها کجاست از کجا شما پیدا میکنید بعضا وقت میشود که از بین مردم میگیریم مثلا گیریم اینو نگاه کنید من در ناحیه سربند بودم یا لطیفه شنیدم ده این از مردم من این چیز خب یک موضوع زمین جنبی میشود و 3 بال 4 بال میشود مردم که خدا ترس چی بودن هر یکی گرفته گوسفند میکشد خیر میکند گاو میکشد خیلی بعد مردم همین استا نگاه میکنه که یک آدم هم محله و یگون وقت یگون چی نمیکشد و همین میگرد بعد خونی وای با اومدن همسایه میبخشید و این ها ما مثلا گیریم خیر و سخاوت میکند شما نمیکشید این چی خیلی برادر جانان میبخشتون وای زمین جنبی های 3 بال 4 بال این خیلی کردتون من همین گاوی که خونی من بهش 11 بالا گفته است سختی اوید با گاب استوگی بینه عجیبه یک دیگه لطیفه شون از حیات گرفته شده این انیق کاری شده گیتم
автостанция гуфтед ки ду занак омадан и шумо ҳамин телевизиона гир ҳамин маршрутка қати ман то кардиология мерам ман гуфтам апаҷон не ин қати шумо намеред гум дуюм занак чӣ мегӯд ман чӣ манам намерам ихел буд воқеан буд албатта дар автостанция шаҳри хуҷанд аслан гирем агар ҳамин ҳаёт ба мешавад баъзан боз ҷустуҷӯям мекунем да бовар кунед орзуҷон имрӯз мардуми мо чунон гапҳои шӯху қизиқ мезанаду худаш неки нофаҳмида мезанад амун чиза агар вая гиридагар бо беҳтарин кор мешавад да бинобар ин ман гумон мекунам ки гап дар манба не гап дар сари он аст ки ҳамун чиза масалан тарзи гуфтораш баъзеҳо латифа мегӯянд ҳамин латифи зур асту лекин расонида намедонад ҳамин хелаш ҳам ҳаст дуруст аст баъди чанди суҳбатро идома медиҳем ҳоло реклама садо медиҳад дар радио Азия Плюс марҳамат занг бизанед саволҳои худро ба муқимҷону гулбаҳор пешкаш кунед телефони мо 446 107 вайбери мо 884 107 саволҳоро пешкаш созед ва баъди реклама мо боз суҳбатро бо ҳунармандони гурӯҳи овозадори хандин камон идома медиҳем хотиррасон мекунем ки 1 апрел соати 14 дар кӯхи суруши шаҳри душанбе консерти бениҳоят ҷолибу хотирмони ҳунармандони гурӯҳи хандин камон барпо мешавад шуморо даъват мекунем марҳамат рафиқон барномаро идома медиҳем ва ман бармегардам ба он савол шумо гуфтед ки ба душанбе бармегардед якҷоя яъне бо аҳли гурӯҳ ва биёед дар бораи ҳамин дурнамои нақшаҳои шумо ҳарф мезанем муқимҷон хуб мо ният дорем бо аҳли гурӯҳ масалан гирем касе ки масалан дар онҷо ҳунармандое ки хоҳиш мекунанд ман ният дорам ки дар душанбе фаъолията идома диҳем чун дида истодам ки масалан дар бозори ҳаҷв имрӯз камтар бозори мо чӣ гум холист холист хуб рӯҳу арвоҳашон шод бод устодонам хуб акнун
چیکار کردن نکنیم باید که یک تئاتری خودمون داشته باشیم در دوشنبه مثلا در پهلویش یک مکتبی حج باشد که استادا باید که حج چارچوبه داشته باشد من طرفدار همین هستم و البته در آینده کوشش میکنم که همین روز 1 اپریل چخل باشد یک گشتی ایدانه باشد همه حجمنگارا سرجم شوند در آبرزهای گوناگون مثلا یکی افندی دیگری لکوپا کمی خیل یک گشت گذار کنیم و تا باقی همون مرکزی بیایم همونجا به یک بازاری خنده برین یک چی کنیم بهترین کار میشود همین چیز و حج همچون ژانر به نظر شما حالا مثلا زندگی میکنه در همین فضای ایجادی حاضر یک حالتی توربولنتی به قرار دارد حج بله یکی میگن هست یکی میگن نیست لیکن من گمان میکنم که اگر کار نکنیم نیست میشد و چیز درست بنابراین ما باید که فعالیت جانانه کنیم در این ساحه در این حج و البته باید که حج نویسان علاقه در دوشنبه من دیدم که با فعالیت شروع کردن با همراهی آنها همکاری کردن ما لازم مثلا بازلاگویی یکا بله بازلاگویی یکا یک زمانی بود عبیدالله رجبов شادروان базлагӯии якка доштанд тоҷибой ҳоҷибоев ва ҳамин базлагӯии якка имрӯзҳо ба назар намерасад ба назари шумо на имрӯзҳо медонед орзу имрӯзҳо стендап гуфтаги як калимаи нав баромад ки ҷавонон дар вай бисёртар дар ин равия кор карда истоданд стендап лекин ман гумон мекунам ки он рӯзҳо дур нест ки масалан من монолог دارم مثلا یک برآمد یک از آن خودم دارم باید که همون монолог از همه زندگی مردمی حاضر گرفته شود برای همین و ها چی میشد استنداپی آنها موفقیت به نائل میشود لیکن امروز ها کم است کم و بیش و میخورد خیر همون монолог های پیشینه‌ای که داشتیم و همون بازلاگویی های یک برآمد هایی که میکردن حجمنگاران همون رو حاضر لباسی نو پوشانده نامش رو عوض کردن نه استنداپ بله مثل که هولو جنگ رو عملیات حربی میگویند یا اینکه نیست کردن یک ملت رو دیناتیفیکاسیا میگویند همین دوره همین خیلی لیکن من طرفدار آن هستم که از همون مکتبای بزرگان آموزیم لیکن همین چیزی نوی حاضره که گپ زدن نکن حاضره مثلا چی گپ واسه دین من یک جواب شوخی کردم گفتم و در اساس با اومدم اون طرف ماشین نبود راه بستگی بود یک تب نگاه میکنم ولسیپیدیست اون است خواهش کردم من تو مرکز برد گفتم با نگاه کردم که جای یکم گرفت از وای همین خیلی تیز اومدیم گفتم خیلی همین چیزایی که مثلا روزمره است همین چیزایی باید که گفته گذاریم همونجا من طرفدار همینم گلبهار در مسئله اومدن به دوشنبه شما مقیم جان رو دستگیری میکنید یا نه وضعیت اولیوی شما چگونه است مگر شوهر اجازه میدید که شما خوجند رو ترک کرده و دوشنبه بیایید البته ارزون جان چه خیلی که میگم وقتی که من خانیکمون کتی کارو سر کردم ماهی نوامبر بود همراه مقیم جان و یکمین برآمدی ما روزی مولودشون روزی 19 دکتر در خوجند گذشت و از همونجا ما کار سر کردیم و البته من با چه که میگه با اویلم با پدر و مادر با شوهرم همش رو فهموندم و گفتم که آینده چی کار میکنیم چی نقشه داشته باشیم خیلی همراهی من گفتم که من زید نیستم جایی که باشی جایی که کار کنی جایی که تو معقول است خیلی دستگیری میکنم باز چیز دیگه که روز 2 اپریل زاد روز داره آخر 1 اپریل برای چی نمیشه من 19 گفتی یعنی من 18 18 دکتر بود میبخشید یوری نیکولین 18 دکتر میبخشید نگفتن من که پگوی دیگه زاد روز بله مبارک شود و رادیو از پلوس اولین شده گلبهار رو با مناسبت فرارسی جشن تولدش تبریک و تهنیت میگوید اولین شده دیر کردم کی گفت بشه سیهومی مارت بود Сухнефть сообщение присутствовало. Сухнефть сообщение присутствовало. Якумин маротиба якумин шуда на мизоджи муҳтарам шуморо ба омода истодаи рӯзи зодрӯзатон табрик гуфта сухнефть ман намедонам 3 дирам арзон кард. яъне шумо муштари сухнефть ҳастед ман сухнефть ҳастам газол ҳастам ҷое ки заправка ҷон дарам мошин истад ҳамонҷо даромада мошин меронед албатта баъди садама ҳатто бо сар кардед гайда бо сар кардам бале баъд аз 1 сол тамғаи дили одат кардагӣ тамғаи мошинатон опел мардаш ҳамон будааст не мардаш не вай модараш ох кардагӣ баъд анҷом дагӣ
برای چی بعد که بقریبی من یک اخباری ویکیدی دیدم در این اوپل به گووا سوار کرد گرفته گریختیانده دوزو من گفتم توبه کردم همین اوپل به همین اوپل به دارم دستم اون چیزم اینو برای من گمان میکنم که اوپل بهترین ماشین است تمام شما که دیگه اوپل ندیدید بولوش بخرش نون دیگه دیدم یوتیوب دیدم چی به من گفتم اوپل مرد است چون که وزمی مویه یو انمون مویه داشت میداد که اوپل من یاپونسکی اون نشد من با دوستت او یاپونسکی کتی ما آوری شدم که تایوتا بله تایوتا کتی برای من بعد از وای تایوتا گرفتم بعد از وای دیدم هایوتا برای من از اوپلش بگذاشته که مردش همین باور کنید میدونی که حاضر ما راننده هایم در سری چنبری که ماشین گوش کرده ایستادن البته خب بیاییم درباره همین صدمه ها گپ نمیزنیم بگذار همیشه سفرشون بی خطر باشد از تگی ماشینشون شمال گذشته ایستادو خب در راه کمتر وای کسا من کنن که ها یک زنگ تلفن از قبول میکنیم الو یک بار دیگر تکرار زنگ بزنید نشد من معذرت میخوام از شما حالا آماده ایم زنگ تلفنی شما رو قبول بکنیم میرم برای من در یک چیز گفتنی که وقتی که بعد از صدمه یک سال گذشت و انا همون ماشین به باشیشتم همین گپایش فقط یادم به می اومد یک دو سال من به من یشته های کرگشتم و بعد دو سال با کم کم سر کردگی رنگی سرخ سویتفور سبز می نمود سبز می نمود راهایی که ادنسترانی میگم ماشینا گذشتم یک طرفه من با یک طرفه نمی نمود میخواد چیزا حاضر آخرون وقتا نگاه کنم با میخواد سر شده سرعت نوک ماشین رو تو چقدر بلند میکنه 120 140 همون سپیدومتر است تیرال که بسته چرا این طور میکنید یک روک چغز ند نغز میبینم ده شما درست میگید یا شوخی میکنید نه البته شوخی میکنم امی احمد تیزای کردگیم 100 دروغ 180 لیکن این خوردیشن کسمانفت چه میگفت یک بار دیگر زنگ بزنید منتظریم چرا این تلفن چی نقصه پیدا کرد که هم زنگ میزنید من میبردارم که شما گوشی رو میمونید یک بار دیگر زنگ بزنید منتظریم و یک چیز دیگر автомашина شما کدام تمغه است از اون من بله از شما автомашина من دوستی عزیز کلونش بگذاشتگی گرید ستاریکس الو سلام علیکم و علیکم بر سلام سلام دیگر با کای مقیم جان با پای گل بهار سلامت باشید نفری سیوم تبریک میکردگی پای گل بهار من اکای ارزو بعدی شما بهترین یکم سوخت نفت دوم آزیا پلوس و سیوم شما سیوم من نوزنین سلامت باشید پای گل بهار 100 ساله شوین همه وقت روی صحنه باشین من به نهایت همه صحنه‌های شما رو دوست می‌دارم پای گل بهار همه حجوایی که شما پیشنهاد میکنین گروهی همین خندین کمون گروهی کنو و دونو همچون حجو نگار دوست می‌دارم بعد من همین حجوای خدا رحمت کند اکای علاودین و عبیدالله رجب بسیار تماشا میکردم روح ارواحشون شاد باشد 4 گروه برای من همچون حجو نگار هستن گروه های نوی که روی صحنه میبروین نمیدانم و یا حجب نیستن یک خیال میکنم که مسخره برآمد میکنن لیکن همین 4 گروه بهترین گروه از دوشنبه آمدن شما بسیار شاد شدیم سلامت باشید و برنامه شما میریم اشتراک میکنیم انشالله اپای گلبهار یک وقت یادتون باشه شما همراهی گروهی کنو و دونو در وی برآمد داشتیم فیلارمونیا برق خاموش شد نمیدونم کدام موقع بود فکرم که همین چهاربینی سالنوی بود مردیم خنکیدن نیم ساعت ششتیم بله سالنوی در همونجا بودیم همه وقتی که شما بعد شنبه میایین برنامه دارین ما اشتراک میکنیم شما رو به دوست میداریم بار دیگه شما من روزش هم یادم باز 26 دکبر بود تشکر نازنین سپاس بر شما رحمت سپاس زیاد نازنین بیایید 1 اپریل کنسرتی گروه خندین کمان در شهر دوشنبه در کاخ سروش برپا میگردد ساعت 14 این یک دومش زود روز گلبهار است و مخلصان گلبهار تحفه ها رو فراموش نکنید همین خدا شما بیان تحفه کلام من باور کنید بهترین تحفه همین مخلصانی خداشون دو دوگانه بعدی چندین سالها واخوردیم دو دوگانه یک دوگانه گفت است خچ تو چی حال داری بعد گفت است یادت به هست می 1 اپریل سال گذشته چی بود که یک شوخی کنم گفتم خوب بودیم شوهرم کتی یک شوخی کنم 1 اپریل ایوای داداش ایوای شوهرم گفتم اونات شوهرش خسته 5 ماشونه خودش رو قراند است نه شوهر یانشن خوب بودگی با چی شد گفت تا همین روز کام بود اولین گپاشو همین روز زد چی گفت شد من نمیگفت است
ولی همین گفتنی هستم که خنده زنگ دل انسان میشوید. بگذار ما دویمو خندون لب باشیم، در لبان ما خنده باشد، زیرا 32 طور و تموری تنی شما وقتی که شما میخندید شما نمیفهمید و کاربرا کرا از دیگر عریضه نوشته با کاربر میبیاد. بنابراین من گمان میکنم که اگر خنده کنیم عمر ما دراز میشود. بسیارتر خنده کنند. همین مشکلی های حیات با زیقی کرا زیق نشوند که کسل میشن. درسته. خنده کتی همین چیزه بیهوده نیست که همین کنسرت ما هم نامش خنده های مشکل کشا نام دارد. بله و بیاید به این کنسرت بعد چند صحبت رو ادامه میدیم با رادیو از پلیس میمونه دور نروید تقریبا بعد چند دقیقه.
омада расиданд. Инҷо илҳомзода як нафар аз шунавандаҳои радиои Азия Плюс мегӯяд: салом, ман аз Бохтар ба меҳмонони шумо дуруд мегӯям, шуморо ба Азия Плюс хайрамақдам гуфта савол пешниҳод мекунам. Чаро намоиши ҳунарии шумо дар вилояти Хатлон шаҳри Бохтар умуман нест? Сабабаш дар чист? мо аҳли оила мухлисони шумо ҳастем. Илҳомзода Сафарӣ. илҳомзода Сафарӣ, шумо барои чӣ гапи дурӯғ мезанед? мо соли гузашта барнамоишнома доштем, вале аз сабаби чӣ бошад реклама, афишаҳои ҳамаша часпондем, лекин мардум кам омадам. Дар шаҳри Бохтар? Бале, дар театри Ато Муҳаммаджонов дар бинои кадом сол? Соли гузашта. Соли гузашта ин ҳамин ба фикрам таъсири пандемия. албатта ин ҳам буд, вале як чизи дигарро бояд бигӯем ки мо дар бинои нав, бисёр як баҳашамат бинои хушрӯ онҷо театр доранд. Ҳамонҷо мо ба нақша гирифта будем, худо раҳмати яки Аловиддин Тиқатӣ. хоб онҷо ман намедонам, ба фикрам чие буд ки ҳамин мардум камтар омаданд. хуб, лекин ба ҳар ҳол мо гузарондем онҷо. имсол чӣ нақша доред? бале, пас аз моҳи Рамазон, албатта мо баъд аз моҳи шарифи Рамазон. бале. хуб, боз инҷо ин аллакай дар бораи вазни шумо аст. мо аллакай чиптаҳоро додем ба ғолиб. инҷо мавзӯъ наменависад: 101 ба дароед, ҳеҷ ғамро набинед. 101, 101. Бале, 101. аллакай дандоно нест, аллакай чи? саломат бошед, раҳмат. ҳаштода куна сӯзед, шумо ҳам 102 ба дароед гуфт куам. 101 ба туям дарои моям бошим. ин беҳтарин гап, беҳтарин. хуб, як саат наба броем ҳардам ҳа мешанд. Не, мана буроритон мешад. инҷа бо форсӣ навишта шудааст. касе ҳаст бо форсӣ қайд шудааст дар Вайбер. бо форсӣ номунасабаш Давлат Мустафӣ. Давлат Мустафӣ ба мо навиштааст. Фараҳноз ба радиои Паём занг мезанад, мегӯяд: алло, ман каме пайдо кардам, дар дохилаш 10,000 сомон аст. баранда мегӯяд: офарин, шумо мехоҳед пулро ба соҳибаш баргардонед? не, ба соҳиби пул суруди ғамгин нашр кунед. хайр, инро шумо хубтар нақл мекардед агар мешуд бо ин чизро мо нишон дага будем вақти бо намак натавонистам. конои доно як барандаи радио гап застудааст. хайр, онҷа чиро гап задем, мо ҳамон чиза нақша прямо эфиру зану шавҳар ҳамонҷа истодиану акун ва шавҳараш онҷа чой гузоштагӣ, чой овозаш буронда истодааст, чайнико свай метиҳанд, хуштак мекашад. баъд барандаи барномаи радиоям гуфтааст ки каме аз назди чайник дур шавед, чайниктон овоз дода истодааст. ва занаш чӣ гуфтааст: мардак, сару либостона пӯшид, вай мои дисос назарам ба. хуб, биёед ин хел мекунем, якта латифа мегӯем. не, биёед ҳамин латифа боз кунем. бораи мӯи сар. бале, аввал биёед ҳамин латифаро бозӣ кунед, баъд якҷоя шумо барандаи радио, ман шумо ба занг мезанам. хуб, дӯстони азиз, як нафар дар хати алоқа аст, пайваст мешавем. алло, салом алейкум. ассалому алейкум. аз куҷо занг мезанед? акоҷон, ман аз ҳамин бозори Корвон занг мезанам. гӯш мекунем. якта чӣ ёфтам ман, чӣ мегӯяд, ҳамён ёфтам, дар дохилаш паспорт, баъд кортаи миллии бонк ва 2000 сомон. хоб дасти ман. ки мо соҳибаша ёбем? соҳибаша? не, соҳибаша наёбитану, ягонта мусиқии ғамгин монитон вай касба. аҷоиб. хуб, ана латифаҳо агар боз ду каса пешниҳод шавад, яъне ба таври диалог. сарви хиромон. бегоҳӣ шавҳар аз кор монда шуда омадааст ва занаш дар назди китфи шавҳар, бо дастонаш китфи шавҳарро молиш дода гап мезанад. мардак, ябо ба ман нигоҳ куниду гап занед. қадду қомати ман сарви хиромонми? дар ҳамин лаҳзаҳо мард умуман парвое надорад, чашмашро аз газета намеканад. анамин моҳои ман садбофи камёвми? чашмонам мисли уқёнуси оромми? гӯш кунед дадош, ана ҳамин дастҳоям мисли шохаҳои садбаргми? мана бин, это чой дам кара биё.
میروید فقط شما منو تعریف میکنید ما میگه پوتنا دیدید آرزو جان آخر زنهای ما چی میخوان بله. خودشون تعریف میکنند بله و فکر میکنند که این سخنها رو باید که مرد بگوید ولی به هر صورت من فکر میکنم که خودشون زن خودش خرسا میکند از بله فهمیدن زن خیلی دشوار است. یک لطیفه دیگری است در رفع کتابمانی دو کتاب است. یک کتابچه خردک عبارت از 12 صفحه و یک کتاب غفص عبارت از 500 صفحه. در کتاب خردک نوشته شده است منطقی فهمیش مرد. در کتاب غفص 500 صفحه اینا نوشته شده است منطقی فهمیش زن جلد 1. یعنی با جلد 1 در کتاب بودید آرزو جان یک چیز یادم آمد با کتابخانه یک مرد می‌درد ما می‌داریم سلام علیکم اپا السلام علیکم کتاب گربرت ووکر مرد حاکمی زن هست می کجا مونده فانتاستیکا نیست لیکن بگذار شعاری زندگی زنهای ما همین خیلی شود داروی و درمان خنده پیشرفتی کار است خنده طبیع خوش و گوارا دایم باشد پاینده. گوش کنید زندگی پوری تضاد است. یک بر دنیا شب است یک بر دنیا روز است. یک جا سردی است یک جا گرمی یک جا تاریکی است یک جا روشنایی یک جا شادی است یک جا غم. و چون درباره شادی و غم من حرف زدم ما میبینیم که در این شب و روز در این بهاری که زیباست از یک طرف در اوکراین مصیبت است یعنی جنگ است در کشور اوکراین بین اوکراین و فدراسیون روسیه کشور روسیه جنگ است. من میخوام که موقع شما رو بفهمم که همچون شهروند شما کدام سمت رو جانبداری میکنید؟ راستی ما طرفداری صلح و آسودگی و آسایشتگی هستیم ولی از چی امروز اگر وضعی تمام دنیوی نگاه کنیم اگر امروز مثلا گریم در خاک اوکراین جنگ است مردم کشیده رفته شده است گریه است اونجا وفات مرده است به همه این سببگار مثلا گریم یک دو نفری میشوند که آنها اینترسشون یکی بهشون منفعتشون طوری نمیگیرد. خب من گمان میکنم که امروز روسیه با منفعت‌های خیش به خاک اوکراین در آمده شده است. اوکراین باشد منفعت‌های خودش و منفعت‌های دیگر مثلا میگیم کشورهایی که هستن کشورهایی که اونها منفعتی اونها با دست اوکراین جنگ کردن است مثلا میگیم هستن مثلا میگیم نفرانی که در روسیه میخواهند که مثلا میگیم اوکراین چی باشد لیکن موقع خودی من اگر گیرید اگر این کاری خوب نیست مثلا میگیم زده در آمدن به خاک یک نفر همسایه مثلا میگیم اینا میتوانستن با راههای دیپلماتیک من این کاری من ممکن آخرین آدمی که مثلا گیریم همین چیزا میگویم لیکن اگر گیریم اگر من طرفدار اون هستم که با راهی دیپلماتی همین کارو حالی خودشون میافتن خوب میشد بی کشتار و بی جنگ و بی جدال نه موقع من همین است من گلبارخان اگر یک موقع خودشون شما راست گفتید من شما که طرفدار همین گپاتون ولی یکی یک تا چیز میگم من عموما ضد جنگ هستم عموما ضد جنگ هستم و نمیخوام که خونریزی شود جنگ شود و بگذار چهل که گفتید با طور دیپلماتی اگر یک دیگریشون میفهمیدن خوبتر میشد چونکه خلق عادی که در اوکراین است و خلق عادی که همون با اوکراین سالداتای روسیه هم رفتگی در اونجا این کس هم مرده است در اونجا هم مرده است فرزنداشون مرده شدن در جنگ و این مصیبت در هر دو گویم اویله اوکراین اویله روسیه روس‌ها در اوکراین هم هستن البته لیکن از امو پرسیمو این اکو درنی دیگش خودش همه میداند میگوید لیکن یک چی که روسیه بسیار طاقت کرد بسیار چندین وقت طاقت کرد که همین اوکراین با حال خودش کاری خودشون رو چی کند همین چیز رو حل کند جنگ نشود یک روز در اینجا یک روز در اینجا لیکن یک تا چی که وقتی که پرزیدنتی ما با پرزیدنتی اوکراین وخوردگی بود یک خطا نکنم یک نیم سال پیش با زلنسکی همونجا خودش معلوم بود که باید جنگ شود بود باید همین چیز شود بود همین به نزدیک شده بود برای همین اگر یک دیگه‌شون نمیفهمیدن و یک دیگه‌شون به جنگ و جنجال همین چیز رو حل میشد با بهتری میشد نه در نوبت خود روسیه حق نداشت که مثلا گریم به خاکی همسایه زده درآید و با تیر و تفنگ‌هایش به سری و مردم زند لیکن اینجا میدونی چی است اینجا سیاست است اینجا بازی است اینجا یک فکرهای مثلا گریم شخصی علایده است. به هر صورت من فکر میکنم که
اوکراین همچون یک کشور واحد بله. صاحب اختیار دموکراتی حق دارد که با ناتو پیوست بشود، یعنی نیروهایش با نیروی ناتو پیوست شود، یا اینکه با عهد اروپا درآید. این اختیار دارد و روسیه در اینجا نمیتواند مثلا پیش راه یک کشور واحد رو بگیرد که با اونجا نرو یا با این کشور همکاری نکن یا شامل این یا اون. مثلا آرزو جان شما فکر نمیکنید که در همینجا سیوم آدم است؟ در همین جنگ سیوم آدم است که همین چیز رو دستگیری میکند، تشکیل میکند و این طرف هم چخیلی که میونه رو وقت میدونید یک چیز بسیار خنده‌دار است، چون شما عجب نگورید با من یک نوشته پسند آمد، در ذهنم آمد که همین رو بنویسم. دو همسایه من از آشیانه سوم و چهارم با هم جنگ کردند، عیب امریکا. و ما عادت کردیم وقتی که به حوصلگی خود رو به سر دیگر کس بر میکنیم. چرا مثلا دویم امریکا و باز گذشته تر از امریکا اگر یگان کاری خطا بکنیم میگیم که ای بی شیطان ما رو از راه زد. شیطان هم خودش حیران که از برای چی. بله. لیکن بیایید همین موضوع همین خیلی میگوییم ده. جنگ خوب نیست لیکن نفرانی که همین جنگ با یعنی که خودشون مثلا گریم جنگ آغاز میکنن چی میکنن، اینها آدمانی چی خوب نیستن. من گمان میکنم که زلنسکی هم مثلا گریم یا اینکه دیگر سیاستمدارایی که همونجا هستن، اونها مثلا گریم تنها منفعتی من از شما چه خیلی که گفتید روسیه انتظار شد طاقت کردن. چی طاقت کرد وای؟ خیلی اوکراین حق دارد، چطوری که آرزو گفت حق دارد مثلا گریم با ناتو پیوست شود، حق دارد مثلا گریم گیرد با روسیه پیوست شود، یک چطوری که میگن اساسیری سابق اساسی را پیدا کنن. این همش چی است؟ لیکن من در حالتی امروز مثلا گریم اگر امروز نگاه کنید خود اسفر زادگاهی ما ببینید مثلا گریم در قلمرو سرحد مثلا گریم ماشین‌های زیره پوشی قرغیز گشته است، با بایرقتر میچی گرفتیان و قرغیزا. این هم یک ما با مثلا گریم علاقه ما با درس شده گیده این چیز. مقیم جان بگوید درباره عموما تکنیک حربی قرغیزها در قلمرو اسفر علاقه گذاشته شدن در خط نه از طرفی سرحد قرغیزا مثلا گریم علاقه این چیز از تکنیک حربی. خب اونجا مثلا گریم تنها من تکنیکای میدونید اونجا مثلا ماشین‌های زیره پوش است، ماشین‌های زیره پوش گشت و گذار دارد و در بقریبی من شنیدم که آنها از وی هم گرفتیان 20 پیلوت گرفتیان ها برای نظارتی سرحد قلمروی نظارتی سرحد. خب این همش برای چی میشود؟ یا اینکه بقریبی من این گلاوا کان که سردارشون قمچی بیگ چی بود و گفته است که 1 کیلوگرم هم خوراکی مواد خوراک نگذارد، در کار شود آدمای زنده قد سرحد گذارید. این معنی چیه دارد؟ این اونها با ما مثلا گریم مناسبتشون چی است؟ یعنی این ترنگ است، یعنی استراتژی علاقه حربی است. البته مینا برای این من گفتنی هستم که این همسایه ها باید که جنگ نکنن، لیکن آخر وها میخوان آخر واروخ از ازل زمینی ما و انکلاو نیست وای. انکلاو نیست هیچ وقت نبود. بله. اکنون باید که اینجا یک عقل سالم باید غلبه سازد اینجا. میدونید اونها امروز مثلا گریم همین قدر کارهای کردنشون این تا به کجا میبرد اونها یا ما تا به کجا میبرد. بنابراین من گمان میکنم که باید که چندین مراتب در میزی گفتگوشنی نشستن و باز هم ما تیار هستیم که از طرف ترکستان نشینیم در میز، لیکن آنها نگاه کنید چقدر زیولی نها کاری شدن. در کار شود آدمی زنده قطار گذاریتون لیکن 1 کیلوگرم هم مواد خوراک نگذارد. من دیده ایستادم امروز در تاجیکستان مواد چند پول است. این گپ خطا است. آخر رفع‌های مغازه‌های ما پر است امروز. ببخشید خدا را شکر. آخر این چیز هم نمیشه. همسایه کی شدی باید که همسایه با همسایه مثلا گریم یک نانش دو تقسیم پر خورده نشه کنه هر دوش. دوستان عزیز بعد چند با صحبت را ادامه میدیم. سوال رو پیشکش کنید، زنگ بزنید. منتظر هستیم. حالا رکلامه.
он дар Азия плюс. муқим ҷон инҷо савол ба шумо пешкаш шудааст аниқтараш пешниҳод савол не як нафар обиҷон аз шунавандаҳои радио Азия плюс мегӯяд ки шумо худро ба гурӯҳи Петросян пешниҳод кунед чи аст ин як гурӯҳи кривое зеркало мегӯяд дар Русия ин ҷамъи ҳаҷвнигорон унҷа худораҳматӣ Обид Асомов аз Тошкент унҷа кор мекард фаъолият дошт лекин хубии кор ҳамин аст ки ман як бор даромада дар шабакаи иҷтимоии онҳо даромадам дидам ки барои як ҳаҷвнигор камаш 6-7 нафар ҳаҷвнавис унҷа навишта меистад автор муаллиф дорад унҷа хуб ташаккури зиёд барои маслиҳатшон раҳмат яъне он суханҳоро худашон ҳаҷвнигорон наменависанд драматургҳо пешниҳод ҳаҷвнависо доранд дар Тоҷикистон ҳаст ҳамин гуна кор ҳастанд ман якташон кити ҳамкорӣ кардам лекин вакас ҳоло ҳам дидашон диди пештара даври советӣ трактори пахтачину ман ин чизое ки ман пешниҳод кардам ман гуфтам не ҳозира замона ба шумо рост чӣ каре навишед ман баъд аз шумо ҳамона ҳамтуни харида мегирем масалан гирем муаллифа маводаш агар хуб бошад барои чӣ не алло бале ассалому алайкум ваалайкум барсалом баландтар ҳарф бизанед хоҳарам ассалому алайкум салом алайкум ваалайкум салом бале ман наргиз боно ҳастам аз шаҳри бухта гӯш мекунам саволи худро пешкаш кунед бале ман ба акай муқимҷон як савол дорам ки дар бораи шаҳру арӯс як латифа гӯяд ташаккур сипос мегӯем ба шумо наргиз дар бораи арӯсу домод гуфтанам беҳтарин агар нигоҳ кунем агар имрӯзҳо пештар агар давраҳои пеша нигоҳ кунем агар арӯс қатъи домод масалан гирем пеш аз тӯй чун ҳозира як моҳ пеш рафта яхмозхӯрӣ мекунанду во мехӯранду сурат акс мегиранду ин хел чиз набуд пештар ҳамон вақти рӯзи тӯй ба якдигаре медиданд бо ҳамон зиндагӣ кара мерафтанд имрӯзҳо агар нигоҳ кунем агар шаҳру арӯсҳо маблағи падару модар ки тӯй мешаду чӣ мешад қимати ҳамин оиладорӣ ба намерасанд онҳо якдигар кати масалан метавонанд ҳамин хел хоб кара истада гап зада равон дар бораи як майдашуда метавонанд ҷанги калон карда ҷудо шуда раванда имрӯзҳо оила вайроншавӣ бисёр кун бинобар ин ман гуфтане ки аслан гирем агар ҳамин оиладории пештари оиладории ҳозира ба ман инҷа монологам ҳасту баъд саҳначиҳоям омода карда истодем чун гуфтем ки пештар масалан зану шавҳар ба ҷанҷол мешудагӣ масалан агар як рӯзи шанбе шавад агар занак мегуфт ку ман сарама шустаму хони модарама меравам мегуфт агар ба ногоҳ не гуфта монад равам не гуфт биёед равам не гуфтам ку намери тамом мерам намери мерам якта мефуровар анам ту чашмо варам рафтам мегирам мегуфт ҳозир нигоҳ кунед агар ҳамин хеш домад аст пештар ин хел набуд пештар занадам чӣ бошадам ман аз ҳамин хона ҳеҷ куҷо намеравам гуфта ҳозиранго ман намедонам лекин боз чизи нозуки дигар аст ҳамин арӯсакҳои нигоҳ мекунӣ 35-45 кило хони шавҳарашон мебиёну то 80 кило мешан ниша гап намезанем боз як чиз дигар ёдам омад инро метавонед шумо ба умуман репертуари худатон дохил кунед байни зану шавҳар масалан як мард зан мегирад занаш хеле зебо аст бениҳоят зебову танос ва баъди якум шаби арӯсӣ саҳар домод аз суш меравад домод аз ҳуш меравад духтар занг мезанад ба модараш мегӯяд ки ин домодатон аз ҳуш рафт афтод аз ҳамин замин ба модараш мегӯяд охир духтарам якбора сар кардан дар кор набуд аввал ҳамин рӯятро тоза мекардӣ тонални кремро мегирифтӣ баъд мишголото мекандӣ бигзор медид камакак асабӣ мешуд бо камакак як чой дам мекардӣ ё берун баромада сигарет мекашид тамоку мекашид ором мешуд меомад баъд метавонистӣ миҷаҳоро биканӣ баъд абрӯҳоро метавонистӣ биканӣ хулоса яъне ин маъноеро дорад ки ҳоло духтарҳоро мекашанд модар хони духтараш ба занг зад духтарам домод чутур гӯяд офтобак мебува чӣ ба офтобак гуфтади ҳамин хел якдигара дӯст медоридам не куҷоя ино шаб ба ҳамин тарафи бегаҳ ба гум мешаванд саҳар ки пайдо мешаванд офтобак бояд дигаш занг задааст модарҷон ин домодатон ягон чӣ намехӯраду то чӣ пухтӣ гиречка чӣ хел намехӯрад то фаҳмон ки вай ман меҳнат кардам тайёр кардам ин кардам об ба ҷояшон дам и вай бува ина об ба меҷошонанд мегуфтааст хайр гӯш кунед барномаи имсола барномае ки 1 апрел дар кӯхи суруши шаҳри душанбе соати 2 барпо мегардад барномаи
کلا نو است یا اینکه همون صحنه‌های پیشین نه ما یکم مراتب صحنه کهنه نمیتیم ما فقط نوش حاضر آوردگی خنده های مشکل کشا من حاضر من یک چیز میگم گلبهار شخصی هست می مثلا میگیم پرابلم نداشته باشد هست دیدی هست کجا بابای در نی خوک به مردگی خو رفته است یعنی که آدمی که به پرابلم هست یعنی که حاضر نیست نیست ما باید که شاد باشیم که امروز ما پرابلم ما های زنده داریم هستیم بله از مردن ها خودش خدا نگاه دارد باز چگونه دیالوگ ها دارید باز دیالوگی چی داریم درباره عروس درباره خوشتومان ها بیایید همون یک دیالوگ جالب و جذابش رو پیشکش کنیم این کمتر سورپریز چون که ما 3 نفر عروسون هستیم بعد خوشتومان داریم لیکن همین یک چی که وقتی که ما خود جنبه یکمین برازیم همین صحنه موندیم در مرکز جوانانی ولایت سوخت 19 مارت سالی و به خطا کرسی همه رقم با هم برای دیلم که بانک برفته خطا کنی دیلم که شب خو رفتگی برای همین رقم سالی وای میشد در اونجا وقتی که یک نفر هنرمندی ما به صحنه برآمدن زال یک باور کنید 1-2 دقیقه فقط خنده شد فقط میخواد یک خنده ایستادن به نهایت چی میگن افکت عجیب زر شد خیلی من نمیگم این سورپریز است برای که 1 اپریل آمده تماشا کنن صحنه‌های نو صحنه‌های بهترین صحنه‌های که باور کنید درباره حاضر زمان روزگاری حاضر زیست و زندگانی پرابلمی که حاضر همه اویلاب است درباره همش همین موضوعی ما در همونجا درباره همین یک خانه با اگر 3 پسر باشد 3 پسر با هم خانه‌دار کنید اگر 3 عروسون پیدا میشد اونجا بله اکنون از نگاه کنید اگر تاجیکستانی ما با بسیارتر من نگاه میکنم عروسون ها بین خود ساز نمیگیرن درست این برای چی باشه تلاشی چی میکنن من نمیدونم لیکن ساز ما بین بگابسکو عروسون دوست نمیشود گوشتی بوز گوشت نمیشود این از خودش این چیزه لیکن همین عروسون ها روز شنبه شود همش دمش میگیرد چون که قین سینگل گفتگی آدم میبیاد و های هم گذراندگی و چون که خودش درد کشت اومدگی خب از حیاتی همین زندگی روزمره مثلا گیریم مادران و خواهران عزیزی ما کم صحنه‌چه ها داریم بعد اونجا ما درباره اسکیا بازم داریم اسکیا بازم بنیاد زیبا است اسکیا بازم مثلا گیریم اونجا اسکیا هم یک ژانر فولکلوری است یک ژانر یک شاخه حجب است بله یک ژانر ترانه‌خوانی آرزو جان شما اگه بر سرودخوانی مقیم جان دیدگی نه این کاز باور کنید حاضر همیشه سرودخوانی بگذاشتگی شما نیز میخونید منم حاضر خواندن سر کردم خیلی ما چی کمی داریم هم تو نگاه کنید آرزو جان همه حافظ شدگی ما گفتیم خیلی من چخل میگوید حسنی خدا داد خشره دارم وای جان رزمیرم رزمیری همه باید ساعت 190 وزنم خیلی 125 کیلو از دختران نمیپرسن که وزنه یا سالش نمیپرسن سالش بودستان سخت مراد مونی تو خیلی فهمه انا میبادشتگی آدم های اوخی سنه 1 اپریل باز نگاه کنم اگر چه خیلی که میگن آواز دارم بیایید یک پیشنهاد مهارت آوازخوانی شما رو حالا میبینیم یک سرودی خشرت زیبا اینا تر کردگی شعرش هم خودشان نیستگی یک بعدی ساعتی چند همون الهامتون آمدمون نیستگی زمانه یه روز آرزو جان یک روز خودم به خودم شدم قلم گرفتم منم کم ایجاد میکنم همین خیلی نوشتم خانید و باز خونید با فکر کردم که اگر مکتبا با همین چیزا آویزه کردیم بهترین چیز میشد فردا سحری میبرم میفهمم که ای لینین گفته که شخص همین چیزا کاملا نوشته که بود گنده چی شدم ده همین چیز باور کنید اگر الهام اومد همین چیزا خب بعضن کمتر یک شعرکای هم می نویسم برای همون موسیقی و میدارم با من مثلا گفتم ما اینجا حاضر میتوانیم یک سرود میتوانیم موضوع یک سرود پیشکش کنیم برای شنونده ها اگر ایلاج باشه اگر اجازت باشه اگر توسط تلفن و زنده چی
زنده هم میتوانیم برای چی نه؟ ها چی گفتیتون؟ خب لیکن اگر چی باشد اگر بهتر میشد مثلا گریم همون چیزی سرودی موی اگر همینجا پیشکش کنن اگر خوب میشد از فکر این رو اگر پیشکی بعد مثلا خزینه ترانه های ما وارد میکردید من حالا میتوانستم اون رو بیارم و پیشکش بکنم ولی به هر صورت بیاید یک پرچه همین ترانه رو زنده زمزمه میکنیم همه کسا tak سرودی زمان ترانسمون زمان همه کردی دیوانه زمان گرچند نرخی بالا شد نرخ بنزین لیکن در کوچه شهر ماشین پر از یک چی دارد حاضر من یادم نامسود است خاطرم من نیست حاضر خیر اکنون گلبهار زمان بسیار جالب است بله ولی من دیدم که گلبهار نیز در بعضی از خرسندی ها و چرابینی های مردم سرود میخواند بله بیاید یک پارچه زمزمه بکنید شما نیز این سرودی همه که میدونن چوکاردگی منبع یعنی پاپیتویی که پاپیتو بله پاپیتویی که خوندگی ما همون رو با توجیکی کرونده کمتر حجویه کرده با گلزار راحت میخوندم دویت و نگاه کنم گلزار راحت که در روسیه زندگی کرد و در چی من اکیدات کرد رفتگی بود گرفتم خودم خوندم همشه برای من دویت یک کردم اخذ میشد بینگرید همه به من در حسن و جمال من زیباترم ای تو ببین از همه خوبان من زیبا من گولم از گول هم رانوتر ای بمیسلم کسی هم در عالم ندیده در زیبایی هم تو ندارد کسی هم بمیسلم در عالم ندیده در زیبایی هم تو ندارد چوکا دگی منبع عجیب همون پاپیتو بله پاپیتو عجیب یعنی شما میتوانید حتی رپ بسرایید رپ هم خوندگی ما بهترین انا همین کانسرتی یک سوال به هر دوی شما ها رپ باتل خوندگی ما رپ باتل؟ نه میتوانید توضیح با قهرمان یورپ یکی از بلندترین قامتترین بچه‌های قامت سر قامت قهرمان اگر این زمان ما رو میشنوید درود و سوال وقتی که بعد این همه تنفس بعد این همه مثلا جدایی ها شما به هم آمدید شناس ها مخلصانتون دوستانتون و عموما اودیتوریا چگونه قبول کردین را بسیار خرسند شدن چی گفتند بسیار خرسند شدن ما خرسندم که شما یک تا شدید ما خرسندم که شما امروز کنسرت به من یک جای برآمدید میدونید وقتی که ما یکمین بار بعد از ماه دکامبر که قطعی یک جای کار کردیم بسیاری کس فکر کردن که من فقط زود روزشون به همراه بازی کردم لیکن دیگر پیش از آن در برنامه کنسرتی علیشیر نبیف نه بعد از بود بعد از که ما همین شبیه ایجادشون گذراندیم تنها یک لایحه و یک شدیتون بله بعد از اون که یک کنسرت تمام بعد از اون که کنسرت گذاشت و علیشیر نبیف یک حافظ کنسرت گذاشت ما در اونجا برآمد کردیم بعد از وی حافظ انور جان احمدوف که 11 بس در کوهیرودکی موندن و ما در اونجا برآمد کردیم و باور کنید وقتی که من صحنه می برآمدم همه قرصه میزد یک جای موقتی نقش بازی میکردیم و این کس یک وی خونه بی نورشون است همین صحنه با میچسبن آدم با اومده میچسبیدم میگیرن حیات با چسبم شوهرت از اون استفاده بوده در صحنه هم خیلی یک کارشون است یکی دستم میقپن یکی موم میقپن نمیخوام بعد همه خیلی قرصه میزنند همه خنده میکنند همه خیلی معلوم میشود که واقعا همه قدر معقول که ما یک جایه همه خیلی در صحنه دوست چخیل که پیشتره بودیم چخیل که همین بوی کیفیتش داد و بیداد میزند هم خیلی چی استقبال میگیرن اصلا گیریم اگر همین اودیتوری که در خوجند است بسیار از شنیدن همین خبر خرسند شدن آنها و باز یک چیز دیگر رو گویم که آنها باز میگن که سلیمان هم گپ زنید بیاید سلیمان هم بیاید گپ زنید خب
اون چیزی که مثلا گیریم در اول بود من خیلی کوشش به خرج دادم جوانکوی گرفتم کار کردیم نه خیلی همون چیزی که اوریجینال یکم بود و چیزا پیدا کردن نمیشد یکم بود مثلا گیریم بنابراین من همیشه فکر کردم که وقتی جهل کرده گشتن و مثلا گیریم از یکدیگر دلمانی گرفته پرتفتن در کار پیش بردن در کار زیرا امروز من چطوری که به گذشته صلوات گفته نه من چطوری که گفتم همین بازاری حج امروز خالی است امروز میدونید مثلا ما حالا همه شنونده ها فهمیدند که گلبهار با خندین کمان برگشت اما این برگشتن میدونید یک برگشتنی است که می آید و مثلا شاید برآمد میکنه و میرود برای من همچون روزنامه‌نگار مهم است که در خندین کمان گلبهار رسما با کار شروع کرد واحد کاری است واحد کاری دارد معاش میگیرد و عموما وضع اجتماعی گلبهار در خندین کمان حالا چگونه است از روی مثلا کدکس مهنت من همچون راهبر من میگویم که وقتی که گلبهار ما آوردیم در شهری که گلستان این که زندگی دارد که از شهر دورتر است مثلا گیریم قریب 18-15 کیلومتر دورتر است بنابراین البته مسئله راهگیری پیدا می شود و من گفتم که بیا ما تو واحدی کاری جدا میکنیم همچون هنرمند این کس در ما کار میکند و با عریضه مثلا گیریم امروز ما به کار قبول کردیم و در یک واحدی کاری مثلا امروز قرار دارد و گفتنی هستم که مثلا گپ اصلا گیریم اگر امروز ها مثلا همین مسئله مبلغ به پیش وقتی که میبیاد من زیق میشم کمتر چرا؟ برای که هنرمند هست ایجاد کرده میتواند لیکن نمیدونم از سبب همین دشواری های زندگی باشد می آدم یک بچک به جا میکند ده همین مسئله ها همین مسئله های مالی البته مثلا امروز بسیار ساحه های من میدونم که آدمانی بسیار سایقل دیده همین خیلی هستند چقدر معاش میگیرد گلبهار از روی قانون و قاعده های مهنت خب بیاید خیلی کنیم نباشد شما که مرا پرسیده سرید من میگم حاضر تا 700 سومانم 653 54 لیکن این مبلغ البته کافی نیست نیمش کافی نیست حاضر به نیم ستافکه لیکن خودی گلبهار هم خیلی حال کرد که اونجا در گلستان این به حیث کارگردانی چهاربینی های عمومی اونجا یعنی نیم بس 600-700 سومان نه حاضر خیلی گوش کنید من شما فهمونم وقتی که این کس چرا گلبهار با انگشت‌هایش نشون میداد که 300 400 تومان شما میگویید 600 نه دستش ترنگ است انگشتاش خیلی جمعه است من نه تنها با خندی کمان کار میکنم بلکه در شهر گلستان در بخش فرهنگی شهر گلستان کارگردان شده کار میکنم برای همین اونجا کارخانه اساسی است از اونجا چقدر معاش میگیرید گلبهار از اونجا 780 تومان با پلس اندکس و همه چیزش اینقدر کم بینهایت کم ولی به هر صورت اگر کنسرت های پای هم بشوند شما با پایتخت بیایید کارهای خود را راه اندازی بکنید یگون لحظه بکاری حتی پیدا نکنید فکر میکنم که اگر منیجمنت هنر رو خوب به راه بمونید من فکر میکنم که مبلغ از هر طرف آمدن میگیرد ان شاء الله برای خود خود کمتر شود متاسفانه نگاه کنید اگر مثلا گیریم با این مبلغ روزمره زندگی کردن میتونید و همین قفای نگاه میکنید که یکم چی نیست خب همین چیزا مسئله ها آدمی ایجادکار من گفتم با یک صندوق جا میکند زیر میکند همین چیزا زندگی وحش بنابراین من زیر میشم همین چیز باید که آدمی ایجادکار از همه چیز آزاد باشه از این چیزا مسئله پول مول همین چیزا درست است سریم کله آدم گرنگ نکنه تشکر میگم بر شما واقعا هم در اخیر چون با مبلغ و با موضوع مالیوی صحبت رو به انجام میرسونیم من فقط تمنا میکنم که جیبک های شما یعنی کیسه های شما همیشه پر از پول باشد لب شما پر از تبسم باشد تالار شما پر از تماشابین باشد و همیشه شاد و مسرور باشید این یک و اصلا مهمتر آرزوی من این است که شما به پایتخت بیایید گروه خندین کمان به پایتخت بیاید خداحافظی میکنیم اینجا دوستانی عزیز برنامه به انجام میرسد و من خاطر رسون میکنم که 1 اپریل از یاد نبرید در روز خندین کمان مقیم جان همراه گلبهار و دیگر هنرمندانی این تئاتر استودیوی نامدار با دوشنبه می آیند و در کاخ سروش ساعت 14 بعد ظهر برنامه بسیار جالب کنسرتی پیشکش میکنند مرحمت بیایید
кайф кунед, тамошо кунед, баҳра бардоред ва фаромӯш накунед ки 1 апрел боз зодрузи гулбаҳор аст. Гулбаҳорро як бори дигар самимона аз номи тамоми кормандони радиои Азия плюс табрику таҳният мегӯям. Муқим ҷон, сипос бар шумо ки омадед барори кор ба ҳамаатон. Ташаккур. Саломат.